وقتی میگوید که نماز شام اگر آمدیم یک رکعت با امام خوندیم 2 رکعت نماز شام، یعنی 3 رکعت است نماز شام، فرض نماز شام 3 رکعت است. حالا میگوید که آمدم با امام 1 رکعتش رو خوندم، 2 رکعت دیگر رو چگونه میخونم؟ 2 رکعت شام رو 1 رکعت میخوند، میشیند التحیات میخوند، باز 1 رکعت میخوند، بعد التحیات و صلوات و اللهم اغفر لی میخوند و سلام میدهد، یعنی درود میخوند، دعا میکند، سلام میدهد. این خاصی نماز شام است. به خاطر چی؟ به خاطر که شام 3 رکعت است. حالا 1 رکعت با امام خوند، 1 رکعت دیگر خود میخوند، این 2 رکعت میشود، اولی نمازش میشود. مثل ترتیب نماز شام که 2 رکعت که خوند باید که التحیات بخوند. 1 رکعت که خوند، اون رکعت اولی با امام خوندگی اعتبار میشود و وقتی که نماز را شروع میکند، این بعد امام وقتی که میخیزد مقتدی که اقتدا کردگی هست، مؤتم که از عقب امام یعنی اقتدا کردگی هست، وقتی که با امام 1 رکعت خوندگی است، 1 رکعت دیگر که خوند او 1 رکعت، این رکعت خوندگی 2 رکعت میشود، میشیند التحیات میخواند، بعد میخیزد باز التحیات میخواند، بعد صلوات و دعا میخواند، سلام میدهد. این خاصی نماز شام است. اما دیگر نمازها اگر نمازی پیشین فرض کردیم 1 رکعت با امام خوند، 3 رکعت دیگر موند، این 3 رکعت رو مثل شام میخواند. این خیلی نیست که هر کسی اختیار داشته باشد هر گونه‌ای که بخواهد بخواند، نیست. حتمی ترتیب دارد نماز، باید ترتیب رعایت شود در نماز. حالا این 1 رکعت با جماعت نماز 4 رکعته رو که 1 رکعت با امام خواند میخیزد. ما نمازی که اول 1 رکعت بخونیم بعد 2 رکعت داشته باشد نداریم. نماز شام داریم که اول 2 رکعت میخونیم بعد 1 رکعت، مثل نماز شام میخونیم. در کتابای فقهی میگوید کل مغربی، اول 2 رکعت نمازی 2 رکعت با ضم سوره رو میخونیم، بعد میخیزیم 1 رکعت به ضم سوره رو میخونیم. لیکن در اسلام عموما نمازی که اول 1 رکعت باشد و بعد 2 رکعت باشد وجود ندارد. ما باید رو از پیش خود اختراع نکنیم. باید که 3 رکعت که عقبمون 1 رکعت با امام خوندیم، باید اول 2 رکعت بخونیم، چرا که امام سلام داد. همین امام که سلام داد، این وقتی که مقتدی که اقتدا کرده بود از پشت امام، برای اون آغاز نماز است، اولی نماز است. باید اول 2 رکعت بخوند بعد 1 رکعت بخوند.